مرد به قبر کامera گذاشته بود. بینید که به چه حال گرفتار شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضا در روزهای جمعه ملاها درباره عذاب قبر نقل و روایت و امر معروف میکنند و از این موعظه ها به کسی سخت تاثیر میکند و دیگر باور نمیکند. مثلا وقت شخص مرده را به قبر میگذاریم، بعد از دفن نزد میت دو فرشته حاضر می شود. یکی منکر نام دارد و دیگر نکیر. خداوند این دو فرشته را چنان به هیبت کرده است که انسانی که آنها را بیند سخت می ترسد. و این دو فرشته از مرده سوال می کنند: خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبرت کیست؟ و با همین سوال ها به عذاب گرفتار می کنند. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. با شما برای کار شخص در نماز جمعه همین موضوع را میشنود و میخندد و باور نمیکند. نقشه میکشد که از دنیا میگذشته باشد تا دروغ بودن این واقعه را من به مردم اثبات کنم گفته انتظار میشود. از بین چند روز گذشته شخص از دنیا چشم میپوشد، یعنی که از دنیا میگذرد. این مرد باشد پیش از مردم به قبرستان رفته و قبر کامera میگذارد تا که دروغ بودن سخنهای داملا را اثبات نماید و به جنازه آمده اشتراک میکند. با همه یک جای به قبرستان رفته کامera گذاشته اش را از نظر میگذراند. او کامera را در داخل لحد گذاشته بود. بعد قبر را پوشانده بعد آیات های قرآن همه به خانه هایشان بر میگردند. روزی دیگر برای گرفتن کامera این مرد به قبرستان می آید و قبر را می کشاید و به واقعه دهشتناک روبرو می شود. وقتی کامera گذاشته‌اش را بیند، کامera اش چنان آتش گرفته سوخته بود، اما بوی از کامera نمی آمد. کوشش کرد تا کامera را آماده کند، اما یگان چاره دوباره ساز شدن کامera نبود. خدا اگر به کار راضی نباشد هر چقدر کوشش کنیم هم بی‌فایده هست. خدایا تو خودت بر ما رحم میکن.